بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضع انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري. یکی از عواملی که در زندگی خانوادگی و بالعکس اون بحث نماز تهجد و قیام اللیل هست که هم از لحاظ طبی و پزشکی و علم امروزی به این نتیجه رسیدن که سحرخیزی باعث سلامتی انسان هست و هم در نصوص شرعی و در احادیث و زندگی گذشتگان ما شما این چیز تأکید شده، هم عملاً و هم قولاً، که متاسفانه یکی از فتنه های این زمانه این هست که امروز خیلی از مردم، خیلی از مسلمان ها، خیلی از انسان های صالح و نیک از این چیز محروم هستن، الا من رحم ربی. لذا امشب مختصرا انشاءالله پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. اول اینکه ببینید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیثی که خدمت شما عزیزان خونده شد با تأکید بیان فرمودند، چیزهایی رو بیان کردن که ما شاید با چشم خود مشاهده نمی کنیم، از غیب خبر دادن، چیزهایی رو گفتن که این ذات شاید تجربه حسی نشه. فرمودن که وقتی انسان میخواد بخوابه شیطان میاد روی سر انسان 3 گره میزنه، با قول ما شما 3 دم و کوف میکنه و هر گرهی رو که میزنه شیطان میگه که شب خیلی طولانی هست بخواب، شب طولانیه بخواب، شب طولانیه بخواب. بعد فرمودن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که انسان بخواب شب و نیمه های شب قبل از اذان صبح بیدار بشه و ذکر بکنه، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، بیدار بشه و ذکر الله رو بکنه، 1 گره باز میشه. اگر این وضو بگیره 1 گره دیگه باز میشه و اگر این نماز بخونه 1 گره دیگه باز میشه. نتیجه میشه که همه گره ها باز میشه. فاصبح نشیطا طیب النفس، این شخص که تهجد خونده، ذکر کرده، وضو گرفته، اون تصرفات شیطان، اون دم و کوف هایی که شیطان کرده اثرش باطل میشه. این صبح با نشاط هست، طیب النفس هست، نفس پاکی داره. و فرمودن اگر این شخص اگر این بیدار نشه، همینجور که افتاده بخوابه، ادامه بده و نماز صبح بیدار بشه، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن که
اصبح خبیث النفس کسلا. این شخص خبیث النفس رو به خودش شروع میکنه، نفسش، وجودش حالت یعنی دست خورده هست، شیطان دست زده بود با کسالت، با بیحالی، با بی‌حوصلگی. در روایت دیگه فرمودن که یکی از افرادی که خیلی الله از اونها بدش میاد، رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفی کردن و چند تا ویژگی بیان کردن. یکی تو بازارها سر صدا میکنه، صداش همیشه بلنده و یعنی انسان بد اخلاقی هست، پر سر صدایی هست، وقار نداره. بعد فرمودن که جیفتون باللیل، شب مثل مرداری افتاده. شارحین حدیث علما گفتن که منظور این حدیثی است که شب وقت میخوابه تا صبح بیدار نمیشه، مثل این جنازه‌ای که افتاده بیدار نمیشه، این هم بیدار نمیشه و این اثرات بدی روی نفس این میذاره و این شخص الله سبحانه و تعالی اینطور اشخاصی رو دوست نداره. در این حدیث، در این روایت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن ان الله یبغض، الله بدش میاد، متنفر هست از اینطور شخصی. الله همه ما شما رو حفاظت بکنه. در روایت دیگه اومده که فرمودن رحم الله رجلا قام من الليل فصلى و ایقظ امرأته فصلت. خدا رحم کنه، رحمتهای خود شامل حال اون شخصی بکنه، اون مردی که شب بیدار بشه، نماز تهجد بخونه، بعد همسر خود رو بیدار بکنه، او هم نماز تهجد بخونه. فإن ابت نضح في وجهها الماء، اگر زن بیدار نشد تو صورتش آب بپاشه تا اون بیدار بشه و اونم نماز بخونه. و در ادامه فرمودن رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، الله رحمتهای خود رو شامل حال اون زنی بکنه که شب بیدار میشه، نماز میخونه. ثم ایقظت زوجها، اگر شوهرش خواب هست، خوابیده، شوهر خود رو بیدار بکنه. فإن ابى نضحت في وجهه الماء، اگر شوهر بیدار نشد این همسر آب کمی بپاشه روی صورتش، یعنی رو بیدار بکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم برای این هر دو زن شوهر دعای خیر کردن، الله رحمت رو خود رو شامل حال اینها بکنه و در زندگی اینها رحمت بیاره، بر اینها رحم بکنه. در جای دیگه فرمودن که اذا استيقظ الرجل من الليل و ایقظ امرأته، اگر شخصی شب بیدار بشه، تهجد بخونه و همسر خود رو هم بیدار بکنه، فصلی رک کتب من الذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، اینا نماز بخونن نزد الله به عنوان مسلمانانی که زن و مردهایی که خیلی الله رو به کثرت ذکر میکنن ثبت میشن، نوشته میشن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای دیگه فرمودن که افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا باللیل و الناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. این چند کار رو انجام بدین با سلامتی کامل وارد بهش میشی. یکی سلام رو عام بکن. در جای دیگه اومده که چه کسی رو شناختی چه نشناختی سلام بکنی. سلام قدیمی ها میگفتن سلام سلامتی میاره، واقعا همینطور است، دعای خیر است، اسم الله است، تأکید زیاد شد. هر کسی دیدی سلام بکن. اطعم الطعام، بذل و بخشش بکنید، به مردم غذا بدید و حالا بدون تکلف مهمان نوازی بکنید. و صلوا باللیل و الناس نیام، شب وقتی نماز بخونید که همه مردم خواب هستن، یعنی تهجد بخونید، الله شما رو با سلامتی وارد بهشت خودش بکنه. الله سبحانه و تعالی یکی از ویژگی های مؤمنین رو در قرآن بیان می‌فرماید که کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. اینها شب کم میخوابند. کم خوابیدن دو صورت داره، یکی این که انسان
شب تا ساعت 1 2 3 شب بیدار باشی کم بخوابی، این که صفت مؤمنین نیست. شب از اون طرف آخر شب سحر بیدار بشی، بالاسحار هم یستغفرون، سحرگاه اینها استغفار میکن و از الله طلب مغفرت. این ویژگی مؤمنین است. متاسفانه در این زمان اسباب غفلت زیاد شده و میبینی که شبها تازه فیلم ها و سریال ها و فوتبال ها و نمیدونم اینترنت ها و ماهواره ها شب شروع میشه. خیلی از مردم شب آخرای شب تازه کارشون شروع میشه، اینا بیدار میشن که بیان فعالیت بکنن. بعضی جاها، بعضی از شهرها، حالا ما هم دیدیم متاسفانه هم شنیدیم که مردم عادت کردن، یادم از تو کراچی یک جای بود، یک جای تو تهران ما دیدیم، عادت کردن شب تا صبح بیدارن تو کوچه و بازار و مغازه ها و نمیدونم، اصلا همیشه اینطور هستن، صبح تا عصر خوابن. یعنی کلا وقت اونها عوض شده، ساعت زندگی تغییر کرده. ببینید عزیزان، این دیر خوابیدن در شب، دیر انسان بخوابی، اولا که از خیلی رحمت ها محروم میشه. خود همین تهجد، سحرخیزی، نمیدونم، خود این که انسان توفیق نصیب بشه شب استغفار بکنه، از اینها محروم میشه. بعد یک ضررهای هم برای جسم داره. خدا متعال جسم انسان رو طوری خلق کرده که این جسم نیاز داره اول شب بخوابه، تمام اون ضعف ها و اون خستگی های طول روز خود رو جبران بکنه اول شب زود بخوابه. بعضیا تعجب میکنن، میگن ما ساعت 9 چطور بخوابیم؟ خیلی خوبه بخوابیم ساعت 9، عادت بکنیم. در غیر این صورت کسی که شب دیر بخوابه، خصوصا بچه‌های کوچیک، خوابشون با خواب صبح جبران نمیشه. جسم انسان نیازهای خودو با خواب شب تکمیل میکنه. این مریضی ها براش پیش میاد. اینو امروزه پزشکا گفتن، ضعف شدید سیستم ایمنی بدنشون ضعیف میشه و کاهش توانایی یادگیری و تمرکز و به قول ما شما حواس جمعی و حافظه و اینها، حافظه ضعیف میشه، زود فراموش میکنه انسان. اختلالات باروری و جنسی، خیلی هستن ازدواج کردن سالیان سال، خدا بهشون فرزندی نمیده، شاید یکی از علتها این باشه که شبا دیر میخوابن. افزایش استرس، خطر ابتلا به دیابت نوع 2، افزایش فشار خون، اضافه وزن و چاقی مفرط، افزایش التهابات بدن، اختلالات روانی و توهمات، ضربان قلب نامناسب. این مریضی هایی است که بر اثر دیر خوابیدن انسان به اونها مبتلا میشه. و باز خصوصا شب دیرم غذا بخوری، دیرم بخوابی، مشکلاتی است که پیش میاد. به همین خاطر در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خیلی تاکید میکردن. صحابه میگن که رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رو نهی میکردن از صحبت کردن، مجلس گرفتن، شب نشینی و حرف زدن بعد از نماز عشا، من میکردن و اجازه نمیدادن. حضرت عمر رضی الله عنه در زمان خلافت خودشون راه میرفتن توی مدینه منوره، توی مسجد النبی، اگر میدیدن چند نفر نشستن دارن حرف میزنن، اختلاط میکنن با خودشون، صحبت میکنن، مجلس گرفتن، میگفتن که برگردید برید خونه های خودتون، لعل الله یرزقکم صلاة و تهجدا، شاید الله به شما توفیقی بده برین شب خونه نمازی بخونید یا زود بخوابید، تهجد بخونید، بیدار بشید. راوی میگه که ما نشسته بودیم با حضرت عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب، حضرت ابوذر، حضرت عمر رضی الله عنه آمد پیش ما، گفت شما چیکار میکنید؟ چرا نشستید اینجا؟ ما گفتیم داریم الله رو ذکر میکنیم. فرمود که حضرت عمر با ما نشست. علما از این استدلال گرفتن، گفتن که ذکر الله، عبادت. و یک روایت دیگه آمده که در اون حضرت عایشه رضی الله عنها میفرمان که
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لا ثمر الا لمصل او مسافر. شب بعد از نماز عشاء بیدار بودن درست نیست مگر برای کسی که مسافر هست یا داره نماز میخونه. از مجموع این احادیث علما استنباط گرفتن، گفتن کارهای خوب، کارهای عبادت، کارهایی که در اون ثواب هست، مطالعه علمی هست، طلبه هست، عالمی هست، تلاوت قرآن هست، نمازی هست، خدمتی هست به یک مسلمانی، کارهای خیر انجام بدن، اینا جایزه. اما کارهای لا یعنی لغو، کارهای بیهوده، کارهایی که در اون خیری نیست، در اون ثوابی نیست، اینها درست نیست، ناجایز است، چون در حدیث به صراحت منع شد. و عادت بدین خود رو، فرزندان خود رو، شب زود خوابیدن، صبح زود بیدار شد. این سحرخیزی هم سحرخیز باش تا کام روا شوی، سحرخیزی هم خودش فواید خاصی داره. بعضیا میگن که صبح تا دیر وقت بخوابید. خوابیدن صبح خودش یک ضرر مستقلی داره، یک کسالتی رو میاره، یک ضعفی رو. این جسم انسان طوری تنظیم شده که باید صبح سحرخیز باشه. در یک روایت آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله تعالی در سحر امت من برکت گذاشت. خیلی از کارها، کسانی که صبح بیدار میشن روز اونها طولانی است، خیر و برکت است، خیلی کارها رو انجام میدن. کسانی که صبح دیر بیدار میشن میخوابن، در اونها کسالت هست، ضعف هست و بی برکتی در زندگی اونهاست، بی خیری هست. لذا این روش‌هایی که امروز هست، متاسفانه خانواده کلن با هم می نشینن. بعضیا میگه ما از صبح مشغول بودیم، حالا یک سری تفریحات و فیلم ها و نمیدونم سریال ها و کارهایی رو داریم میخوایم امشب انجام بدیم. این چیز مضری هست، الله دوست نداره این چیز رو. این عادت مؤمنین نیست، عادت خوبی نیست. این چیزها از غرب آمده اینجا و کسانی که معتقد نبودن و این اسبابی که باعث این غفلت میشه، این اسباب در تاریخچه ما مسلمان ها جایگاهی نداره. و انسان تصور بکنی پیرمردهایی بودن در گذشته، اینها شب می نشستن قرآن تلاوت میکردن، زود میخوابیدن، سحر بیدار میشدن، ذکر میکردن. امروز این حالات خیلی کم شد، خیلی کم هستن جوانهایی یا حتی پیرمردهای امروزی که شب زود بخوابن و از اون طرف سحر زود بیدار بشن، یاد الله رو بکنن. حالا اینکه در احادیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که الله سبحانه و تعالی نزول بلا کیف میکنه در ثلث اخیر شب، یک سوم آخر شب، و اونجا الله تعالی اعلان میکنه که آیا کسی هست دعا بکنه من دعاشو قبول بکنم، کسی هست خواسته از من طلب بکنه بهش بدم، کسی هست استغفار بکنه من اون رو مغفرت بکنم ببخشم. در روایت آمده که ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار، الله دست بلاکیف خود رو شب باز میکنه، یعنی توبه پذیر است الله، تا گناهکاری که در روز گناه کرده، خطا کرده، توبه بکنه و الله توبه او رو بپذیر. از امشب ما تصمیم بگیریم. حالا بعضی ها میگن که عادت نداریم، سخت است. خب ممکنه سخت باشه، ولی کم کم انسان بخوای عادت میکنه. خواب روز رو کم بکنی، خود به خود خسته میشی، شب میخوای زود بخوابی. خواب روز که زیاد بشه، صبح تا دیر وقت بخوابی، مشخص شب دیر خواب میگیره انسان. و یک عادت رو عوض کردن زمان میبره، کم کم. کسی ساعت 11-12 شب میخوابه، 10 دقیقه یک روز زودتر بخوابه، باز فردا یک روز زودتر، فردا یک روز زودتر، فردا یک روز زودتر. کم کم پخش میشه که فلانی شب زود میخوابه. ما یکی از خویشاوندان ما معروف معلم هم هست، این تو زمستون میگه من ساعت 7-8 شب میخوابم و تابستون میگه بعد از نماز عشاء. نماز عشاء رو که میگه خوندن دیگه کسی، همه میدونن که دیگه فلانی خوابه،
نه کسی شب نشینی میاد، نه مهمان میاد، نه مزاحمش میشه کسی. این را عادت بدیم و یه چیز خوبی هست. بعد سحرخیز باشیم، انشالله خیرات و برکات در زندگی میاد. خصوصا این چیزی که در این آیه آمده و بالاسحار هم یستغفرون، سحر استغفار کردن، این استغفار معجزه میکنه. اصلا عجیب دوایی هست، درمان همه دردها. همه دردها در آیات آمده که الله سبحانه تعالی چند تا مشکل رو گفته با استغفار حل میکنه. یکی این که الله مغفرت میکنه، انسان رو میبخشه. دو، باران میده، بارندگی میاره، یرسل السماء علیکم مدرارا. سه، یمددکم به اموال، مال انسان رو زیاد میکنه. و بنین، فرزند پسر میده که به کمک انسان بشه، یمددکم، مدد بشه. در جای دیگه فرمودن که و یزدکم قوتا الی قوتکم، استغفار قوت شما رو زیاد میکنه، ضعفای شما رو جبران میکنه. طبیبی بود از مصر بود، میگفت که کسانی که دیسک کمر دارن اینا، گفت تجربه شخصی من هست، 24 تا نسخه داد، گفت یکی این هست که اینها روزی 1000 بار استغفار بکن. این وعده الله است در قرآن، گفت یزدکم قوتا الی قوتکم، این ضعف شما رو الله جبران میکنه، به قوت تبدیل میکنه، مریضی شما رو الله برطرف میکنه. کسانی که مشکلات مالی دارن، مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات اجتماعی دارن، جامعه که مشکلات سیاسی، ضعفای سیاسی دارن، اینا همه استغفار بکنن، الله وعده داده قوت اینها رو زیاد میکنه. استغفار رو کی بکنن؟ بهترین وقتی سحر است. سحر زود بخوابن، سحر بلند استغفار بکنن. ما حاضریم صبح تا شب خود رو خسته بکنیم. همین حدیثی که خوندم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که الله یبغض، الله بدش میاد از کسی که چند ویژگی داره. یکی این بود که شب مثل جنازه میفته. ادامه حدیث میاد که این روز مثل بلا تشبیه الاغ هست. الاغ هست یعنی چی؟ بعضی گفتن مثل اصلا هیچ وقتی نداره، هیچ استراحتی نداره، هیچ راحتی نداره، فقط دنبال دنیا است، خود رو پریشان میکنه. حاضر انسان سختی های زیادی رو تحمل بکنه، حالا اینکه جایز است، این اشکال نداره. اون کسی است که به فکر اصلا آخرت نیست، به نماز وقت نمیده، به مسجد وقت نمیده. ولی از اون راه آسانتر این هست که راهی که الله وعده داده، آزمایش بکنید رو. انسان استغفار بکنه، با استغفار مشکلات زندگی خود رو حل بکنه. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه بهش چندین نفر مراجعه کردن، هر کسی خواسته رو مطرح کرد. یکی گفت فرزند ندارم، یکی گفت بدهکارم، یکی گفت مریض دارم، یکی گفت مشکلات خانوادگی دارم. به همه گفتن برید استغفار بکنید. این اکسیر هست، این درمان همه مصیبت هاست. نیت بکنیم انشاءالله روزی 1000 بار استغفار بگیم. شبها زود بخوابین، فرزندان هم عادت بدین، تلویزیون ها هم تعطیل کنین، سریال ها هم جمع بکنین، موبایل ها هم خاموش بکنین. بعد از نماز عشاء حتی مجلس گرفتن و صحبت کردن و خوشبش کردن درست نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردن، منع کردن. چه جای این که انسان بعد از نماز عشاء بشینی ماهواره نگاه بکنی، تلویزیون نگاه بکنی، اینترنت نگاه بکنی، فلان نگاه بکنی، فلان نگاه، جایز نیست. الله تعالی به همه توفیق عنایت بکنه. انشالله زندگی خود رو ما از این روش اینطوری عوض بکنیم که قدم به قدم، آهسته آهسته عادتهای خود رو تغییر بدیم، انشالله تبدیل به عبادت بکنیم. الله تعالی توفیق عنایت بفرماید. آخر دعوا.